این دهه ازبک لنگر شهر نارک است. زادگاه نفر است که مقامات تاجیک او را خطرناکترین تبلیغگر داعش مینامند. ابو اسامه نارکی در اصل تاج‌الدین نظرف 30 سال است. 3 سال پیش به گروه ممنوع دولت اسلامی پیوسته از طریق شبکه‌های اجتماعی عقیده‌های این گروه تندرو را تبلیغ می‌کند. در 1 سال اخیر 7 شهروند تاجیکستان را برای پیوستن به گروه‌های افراطی به افغانستان راضی کرده است. گروه 14 نفره دیگر بازداشت و زندانی شدند که در شهر نارک با راهنمایی او بیرق داعش را برافراشته عقیده‌های داعش را پیروی می‌کردند. بعضی از نزدیکانشون میگن که پیش از همه این سفر تاج‌الدین نظرف زندگی اونها، خانواده اونها را به هم زده و به زانو شنانده است. کس نپرسید رفت دیگه کی میخواد که فرزندش برو. محمد رحیم نظرف پدر 60 ساله تاج‌الدین نظرف یا خود ابو اسامه نارکی میگوید پسرش ماه سپتامبر سال 2014 به روسیه رفت و از آنجا ناپیدا شد. ما ماه مارت 2015 خبر شدیم. ما را ساختارهای قدرتی خبر دادن که باشتون در دولت سوریه. ما در حیرت ماندیم که چی رفته دولت سوریه. وقتی چیزای نظامیش او چیزاش ما بردن شون دادن راستیگه وقتی سخنش در اون چیزا تماشا کردم نتونستم چیکارم گفتم مرا نماند چی نکنین که برای دولت بلند میشه. چی سخنا بود اونجا چی بود؟ خیلی سخنای همین دعوت بعضی دعوتای خیلی چی داره. یک کارای گپای ناسزا. پدر ابو اسامه نارکی سابقه 30 ساله کار در نیروگاه برقی آبی نارک را دارد و این میگوید 6 فرزند را با رنج بزرگ کرده است. در پیوستن پسرش به داعش خود را گناهکار میداند. میگو که من همین گسود کار دو بمون. راستی که من گس نارک دا کار میکردم. یا 30 سال گس نارک کار یا بار دو بار رفتم مقصد یک بچه ما بگیرن همینجا. ما همین بردنی بودم گس نارک هم گس نارک دا کار کنم. خیلی که ما هم چون پدر ما گناهکار ما خودمون حس میکنیم روی که پسر ما یخ وقتی ساختارهای قدرتی که میان ما خودمون گناهکار است چیکار کنیم دیگه که دست ما چی می دیگه. محمد رحیم میگوید پسرش زمان اخیر مذهبی شده بود ولی او هیچگاه فکر نمیکرد که این او را به داعش میبرد. بعضی خشت رو ما رو گرداندن همه طرفی بگیم اویلم ای طرفی خما رو گرداندن که چیکار کردی فرزندش مقصد در بسیار رو گرداندن. روز دیگه مردم هم احتمال خیلی دیگه چیزاشون هم دیگه خیلی شد. او در جایی است که من نرفته گوش آوردن نتون مورا هیچ کس اونجا درآمدن نمیتونه. اونجا من میدونم که تمامی بمبای تمامی دولت اونجا بمب میفرن تمام چیزا او را من میگم که زنده هست یا نیست همه خیلی ممکن که جوانان ما ساکن قادیرو و رئیس محله که آنجا تاج‌الدین زندگی میکرد میگوید حالا میان جوانان پیوسته تبلیغ میبرند تا به دام هم محلهشان نافتند. از وقتی که همین خبری ناخوش در اویله آنها شنیده شده است پدر مادر وی بیمار است. از شهر نارک که در 80 کیلومتری شهر دوشنبه قرار دارد به گفته مقامات نزدیک 30 نفر به گروه‌های تندرو پیوستند. اکثر آنها از جماعت پل سنگین و اطراف آن هستند. به گفته مقامات زیر تاثیر انس و ابو اسامه نارکی به این راه رفتند. راهی که حالا ابو اسامه نارکی تلاش دارد تا آن را به سمت افغانستان برد. تلاشی که به گفته مقامات ناموفق است. سبب افزون بودن شمار جوانان شامل به گروه‌های تندرو از این جماعت را مقامات به این مربوط می‌دانند که امیسرهای تاثیرگذار این گروه‌ها از این جماعت بودند. فقط انوشیروان عظیموف ساکن جماعت پل سنگین که با لقب انس معلوم است زیاد از 100 نفر جوانان را شامل گروه‌های تندرو کرده است.